سلام، من پروین هستم. 7.5 سال پیش به همراه خانوادم به فنلاند مهاجرت کردیم و من توی شهر میکلی تونستم ورقیابی پیدا کنم و رشد کنم و زبان فنلاندی رو یاد بگیرم. من توی شهر میکلی تونستم در زمینه بیزینس توی کالج و همچنین دبیرستان تحصیل کنم و الان هم به دانشگاه میرم. توی شهر میکلی موقعیت‌های شغلی خوبی برای من پیش اومد، مثل کار کردن توی مرکز چند فرهنگی میموسا و همچنین توی اداره شهرداری توی قسمت خدمات جوانان. همچنین امسال تونستم با همکلاسیم یه تجربه خوب، یه بیزنسی رو شروع کنیم و یه تجربه خوبی از بیزنس داشته باشیم و امیدوارم در سالهای بعد بتونیم یه بیزنس خوبی رو راه اندازی بکنیم. من شهر میکلی رو خیلی دوست دارم، چون که نه اونقدر بزرگه که خیلی شلوغ باشه و آدم نتونه راهش رو پیدا بکنه و نه اونقدر کوچیکه که مثلا دیگه خیلی بگیم خدماتی خاصی نداشته باشه. به نظرم خیلی شهر خوبیه و خیلی موقعیت‌های خوبی رو اینجا داره و من شهر میکلی رو خیلی دوست دارم. Minä tykkään asua Mikkelissä.